بدن ما در طول روز ممکنه تنش‌های متعددی رو تجربه کنه بدون اینکه ما متوجهش بشیم. توی این مدیتیشن قدم به قدم روی بخش‌های مختلف بدنمون متمرکز میشیم و آرامش رو در جسم و جانمون برقرار میکنیم. هر زمان آماده بودی چشمات رو ببند. چند تا نفس عمیق بکش. از راه بینی دم بگیر و از راه دهان نفست رو بیرون بده. وقتی نفس میگیری آگاهانه بیرون اومدن شکمت و پر شدن ریه‌هات رو احساس کن و با یه بازدم کامل خستگی امروزت رو رها کن. سعی کن انقباض و انبساط عضلات بین دنده‌هات رو احساس کنی. همینطور که دم و بازدم رو انجام میدی، شل شدن پیشونی و عضلات صورتت رو حس کن. فکت رو رها و ریلکس کن. کم کم اجازه بده نفس‌هات به حالت و سرعت طبیعی برگردن. فقط آگاهانه نفس‌هات رو حس کن، همینطور که وارد بدنت میشن و ازش خارج میشن. وقتشه بریم به درون بدن. تمرکزت رو ببر به سمت کف پاهات. انگشتات رو جمع کن و بعد باز کن. چند بار تکرار کن و به هر حسی که در لحظه داری آگاه شو. به پوست، به ماهیچه ها، تاندون ها و استخوان هات آگاه شو. و حالا بذار پاهات ریلکس و رها باشن. ممکنه دمای کف پاهات سبکی یا سنگینی، مورمور شدن یا حتی ضربان رو توی این نواحی احساس کنی. توجهت رو ببر به سمت پاهات، ساق پا، زانوهات و رون پا. ماهیچه هات رو منقبض و رها کن و آگاهانه به احساسی که در این لحظه داری توجه کن. به استخوان‌هایی که عضلاتت در اطرافشون منقبض و رها میشن آگاه شو. به زانوهات، به استخوان ران که در حفره لگن قرار گرفته. شاید تنش یا گرفتگی عضلاتت رو احساس کنی. عضلاتت رو منقبض و بعد هر تنشی رو رها کن.
حالا پاهات رو ریلکس و آزاد بذار. به احساسی که در پاهات جریان داره دقت کن. گرمی، سردی یا حتی ضربان. حالا تصور کن که داری از ته دلت نفس میکشی. شکمت رو شل کن و به احساس درونش آگاه شو. همینطور که نفس میکشی بیرون اومدن شکمت رو حس کن. ریلکس و رها شدن شکم و نیمتنه بالاییت رو حس کن. خیلی راحت نفست رو رها کن. بذار که آگاهیت و حضور ذهنت تمام عضلات پشت و کمرت رو احاطه کنه. به هر احساسی که توی این ناحیه از بدنت داری توجه کن. تنش، گرفتگی، سبکی، سنگینی. تصور کن که میتونی از درون عضلات کمرت نفس بکشی و ببین که چطور واکنش بدنت هم تغییر میکنه. تصور کن که چطور نفسهات به تمام عضلات و تندونهای اطراف ستون فقراتت راه پیدا میکنه. حالا توجهت رو بیار به سمت شونه‌هات. به احساسی که در شونه‌هات داری توجه کن. بالای شونه‌هات، پشتشون یا اطرافشون. چندین بار شونه‌هات رو منقبض کن و بالا ببر و بعد رها کن. عمیقاً از درون شونه‌هات نفس بگیر و تأثیرش رو حس کن. به هر تغییری توی احساست آگاه شو. سبک و رها شدن یا سنگینی و گرفتگی.
بریم یکم بالاتر. از ستون فقرات برو به سمت بالا، به سمت گردنت، جایی که ستون فقرات میرسه به جمجمه. خیلی آروم سرت رو به سمت چپ و راست تکون بده. آروم به سمت جلو و عقب. در نهایت سرت رو خیلی آروم به هر جهتی که حس خوبی بهت میده تکون بده. روی احساس در ناحیه سر و گردن آگاه شو. وزن سرت رو حس کن. حسی که در گردنت داری. از پوست، ماهیچه ها، تندون ها و استخوان ها آگاه شو. حالا توجهت رو بیار به سمت صورتت. تمام عضلات صورتت رو چند بار جمع کن. انگار که داری یه لیموی ترش رو میچشی. صورتت رو کاملا جمع و منقبض کن و بعد بذار به حالت عادی و طبیعی خودش برگرده. چندین بار مثل حالت خمیازه دهانت رو باز و بسته کن و به احساس درون فک و دهانت آگاه شو. تصور کن که میتونی به درون فک و تمام عضلات صورتت نفس بکشی. شاید الان با ریلکس شدن صورتت بتونی لبخند روی لبات رو احساس کنی. توجهت رو از صورت و شونه‌هات ببر به سمت دست‌هات، بازوهات، آرنج، ساعد و مچ دستت. آگاه شو به پوست، ماهیچه ها، مویرگ ها و استخوان ها. خیلی آروم مشتت رو باز و بسته کن. انگشتانت رو تک تک حس کن. شاید بتونی گرمای گردش خون کف دستات رو احساس کنی. هوایی که نوک انگشتات رو لمس میکنه.
حالا ذهنت رو ببر به سمت قفسه سینه‌ت. عمیقاً به درون ریه ها نفس بکش و منبسط شدن قفسه سینه‌ت رو حس کن و بعد کاملاً راحت نفست رو رها کن. شاید الان بتونی توی مرکز سینه‌ت قلبت رو حس کنی که در حال تپیدنه. سعی کن عمیقاً گردش خون توی سراسر بدنت رو حس کنی. تصور کن که از تاج سرت داری به کل بدنت نفس میکشی. کل بدنت رو حس کن. ریه‌هایی که نفس میگیرن، خونی که پمپاژ میشه، تمام این اندامهای پیچیده، تریلیون ها سلول، همه با هم کار میکنن بدون اینکه نیاز باشه خودت کاری رو انجام بدی. ازت میخوام کمی توی این لحظه بمونی و غرق در شگرفی جسمت بشی. هر زمان که آماده برگشتن به ادامه روزت هستی، به اتاقی که در اون هستی آگاه شو، به وزن بدنت و خیلی آروم انگشت‌های دست و پاهات رو تکون بده. چشمات رو باز کن و به احساسی که در این لحظه داری توجه کن. یک کش و قوس ملایم انجام بده و از خودت تشکر کن که برای خودت وقت میذاری و از مابقی روزت لذت ببر.